فعالیت دوم در قسمت فشار هوا. برای اجرای از این فعالیت ما با یک دانه گیلاس، یک مقدار یک توته کاغذ، یک مقدار آب و یک ظرف برای ذخیره آب ضرورت داریم. روش کار چه قسم است؟ اول من میگیرم در داخل گیلاس یک مقدار آب میندازم. ضرور نیست که حتما گیلاس از آب پر بسازیم، در این حد کفایت. بعدش توته کاغذ میگیرم در قسمت بالای گیلاس قرار میتم یا در دهن گیلاس قرار میتم. این بالا ستام قایم میگیریم توته کاغذ و گیلاس برعکس میسازیم. هرگاه من دست خود از زیر کاغذ بردارم، ما میبینیم که کاغذ هنوز در تای گیلاس باقی میماند. دلیلش چیست؟ دلیل قرار گرفتن کاغذ در تای گیلاس فشار هوا است که از قسمت پایین بالای سطح کاغذ عمل کرده و باعث از این میشه که کاغذ پایین سقوط نکنه. در کنار از این فشار هوایی که از بیرون عمل کرده بیشتر از وزن آب است که در داخل گیلاس قرار داره و این بر ما رو میرسانه که فشار هوا میتونه از تمام جوانب بالای اجسام عمل کنه، یعنی جسم را که احاطه کرده از تمام جهت ها بالای از عمل کنه و این میتونه یک نمونه خوب برای نشان دادن فشار هوا باشه.